دلشاد دلشاد جان این نمیفهمه دلشاد ای بچه چی قفایرودت میکنم ها نمیگی گوشت وزبینه نه چیرن گوش مای خیموندا میره بینم نفهمم گور کاکا دیسم مغولدا چی میگی ای تو گو همون گو چون میکنی بدوا اوسو بیو مت دایگا پینیشتیاک دارو او چی میفهمم چی بیو همین تا بو پر مت رمی قفم دلشاد جان بو پر اینا اومدم به ای یه بین اومدم آخی یه بیس آخی گیجو رفته سی اومدی ها گفتی بیا ترساندی سوز میشه راماش مولازه تیجی سوز هم قفایرود میکنم نمیفهم یا گپی گفتم زور دارم آخی گورو گفتم کو چی کدیسم اویامو یا گپی که هر دفعه میگفتم وعدت میکردم کو کیرا ترا همو بخرسی چی اوچا رفتم بزرگ رفتم اوه کار حوزی بزرگ رفتم این حوزی را خونه مونده هیچ کنیست هر دو وقت من حوزی خونه مو میریم فهمیده سی هم مقصدی مرا کی؟ مقصدی گم ما فهمیده سی هر دو مون خونه مو ده هیچ کنیست اوتا اوچم رفت بزرگ هر دو مون تو قیم در خونه دیمونه فهمیدم در کنی نه فرسته درمانش اوزی مای گوش کن اوزی میریم خونه مو هر دو مون تو قاکیم فهمیدی آخی مقصد ما دلشاد جان فهمیدم چی فهمیدی؟ ای تو بلایه کلت زور کار میکنه چی فهمیدی دلشاد جان؟ خیلی کرنگی کلمه خیلی میشه گو تسکو چی فهمیدی؟ گفتی کو تو چند بزرگ رفتگی های خای اولی ای بزرگ یکم چی میارن انا به هر دو منطقه میخریم چوکا دکه اومد ماشینای چی قریب اومد یکا این کاربیات کان تارمون وایرون کاربیات چی وایرون شده یه بچه ماشین تو هم ماشین زبچاس کردی کو اکا چیکار کنیم اکی اومد لبای محله خود گو توی نه برادر چخنه اوزی موزیکای کو یه بچه اکی اومد ماشینمون بس سوز میکنیم تی دویده کنه رفتنگی باید یزن بگیرم میبینم کمونم خواهی بحری گل جانم جانانسız بحری گل جانم جانانسız بحری گل iki جهان سرورم بحری گل درمانسım بحری گل iki جهان سرورم بحری گل درمانسız بحری گل السلام علیکم سوزی خوبی اکدازی این یاگی بحری گل بچکو کده این تیجه یاگی بحری گل بچکو کده بحری گل گفته سه یانگی بحریتی گل تا اولیکورا گرفته ماوشورا دستاتم کمی کد کسالاش کپید بحری گل یه گیجو دودار گیجو رفته سی چه گیجو رفته سام جوی هر وقتا رفته اکا جون جوی هر وقتا میرم خوب میرم اکا نه دودار دیگه دایجه خونه میریتا فهمیدی مرا چه خونه میرم خیلی گوش کن مرا تو اکا بچه کلون شدی و مرا دیدی که یه روز عروسی نو آوردم ما دومودی نو ما کتی عروسی جد خوب میرم با من دا چی تا عروس نو آوردی اکا من دا چی هر وقتا خوب میرم اینجا دا پیچکه نیستم من خودم میخوام پوستم تنکه اکا تا پوستی تنکه آلو خوب میفهمم من جون هر وقتا دا خوب میرم اکا زنک تا بگی برا کتی اوچم یا خورا کتی اوتام یا خورا ما ایجاد کتی عروس نو ایجاد عیبا یا چه عیب نیست اکا ما اوچم فرد هیچی اوچم اونجا نه بای خوب ای جو دو خوب نه من یه خوب میرم اکا نمیرم او خونه تی چکار نه نمیرم ای جو او خونه تا خورا ایجاد آدمایی که نازه سوزه اپا سلامتو نازه سوزه همیرم ما برورم بگاو میزن یا چی برای جمع میکنه اکا من همیشه خوب میرم
ما جای گرم بیفر من سفید پوستکم خود دا کای بکنی برای حسین ایسا میکنه پریود خونه یک کتیش دو بعدی دو با سه باش چور بخشیشی دوداری کنجگی های اکه کمتر ارکای اوزرده عروس این خیلی میشه حالت ها گودکون میترسن ایما همش کلونو بازش میترسن ایما دیگه سوزه تینجه دیگه نام تو چی بود؟ باش چی بگی؟ اکا ایا اون کرپو ما بگیرم برام اکا بگی کرپتا میگیری باریشتا میگیری همشه بگی دقیق بو خورد اکه بخشیش دایی کمتر کنجه او خونه مالش اوزر یکت کنجگی در گفتم دوداری کنجگی کم ترک نام چی بوده؟ نام من؟ اولم نمیدونی؟ نه توی کدی گرفتی اولم نمیدونی ها؟ موخه؟ کنیش نه موخه چی میشه؟ پشه میشه؟ با مرا موهایو گفتم میفهمیدم قطعی پشه زنک بیوارم موخه موهایو در وقت دورای مکتب خونی میگفتن مرا گودک بودم اتا اوچه هم موهایو میگفتک من یکی از من موخایم مرا در مکتب وقت رپریستیم ده من رپ میخوندم در وقتش ده چی؟ رپ هیپ هاپ میفهمی چیه هیپ هاپ؟ ده همه چی عقیب دهی ریپر چیه؟ ریپر نه رپر رپ میخونه رپ همه دونی چیه خودت؟ رپ هیپ هاپ میخونن کو؟ سرودای شون امسی بخ 84 بارون و برام تو ولی آدمو میخونن که بفهم که رپ چیه؟ رپ میخونن ها؟ نپرمینه نگاه کن دوشنبه مادر رنگی پاریش کانتوفکا زدگی سر ریش لا 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 کاروچ اینم خیلی ایس بیا در برو مدی رفتی چی خیلی شهی تو؟ خیلی میشه دیگه سازه تینجه میشه حالا همو کی را فایرات کنم؟ دودار مایا بول هیچ کارا فایرات نکنم در اول زندگیه ایکه؟ این دخترچه ما بیو جا بچه این کنجگی ما این تایدیگش مکتب در کالونیو بایاش حالی میوین میفهمیدم با من دو تمی آوردم خطی هشتا میشیدم با برا بچه هم بازی کن برا خونی دادای نوک بازی کن بچه خیلی سوزه از ما برام یکم چوه او شما دا بیارم که برام دویدم چویم ای بچه ایسی گوش کن چویم من همین عیب دارم عیب داری؟ همین اولی زندگی میخوام تو در راست شب بگم بر وقت نگفتی چی عیب داری بعد پیش توی میگفتی آخی گوش کن مرا ما آش کده نمیتونم آش شوربا کده نمیتونم تا حتی منتو کده نمیتونم یک دانه تخم پخته داشته نمیتونم من عموما یکون چیز اوقاتا پخته نمیتونم میدونی امیرم انا می عیبی من او عیبی نمیده هیچ گپی نه چی با؟ اوخی در خونی ما روی چی نیسته که تو بپزی